در تشریع پرورش گل و گیاه متاسفانه به واسطه باد و طوفان شدید فرصت تمیز کردن اطراف میز تشریع ممکن نبود. با معذرت و پوزش از شما تشریع ادامه میدهیم. این سوسن عنبرم گرده، نگاه کن اندازه بند داره میشه. توی بالا بوده، اونم یه جایی تو دستگاه مخصوصن این، البته این چیز معمولی نیستن. ما بهش میگیم آگواپونیک. آگوا یعنی به اسپانیولی یعنی آب، با آب فقطه. خب حالا بریم رو اصل مطلب. ببینید یه خانومی از لندن به من گفت که من خیلی علاقه دارم، یه آپارتمان دارم، آپارتمانم یک بالکن داره، هوای اونجا بسیار سرده، باد داره. یه جوری گفت که من فکر کردم که اصلا چیکار بکنم براش. گفتم امروز یه چیزی بهش یاد میدم که بذاره و بعدم لذتش ببره. ببینید این یه ظرفه، یه ظرف خیار چیزی خریدیم، چی میگن، خیارشور خریدیم. این ظرف من گرفتم، تمیزش کردم اینها و بعد اومدم، لطفاً جلو ببین، نگاه کن. این که از اون چیزایی که آب میخورم توی فروشگاه آب میدم بخوره بدم، من اینا رو گرفتم برای اینکه خب اونا ممکنه پول بدم، اینا رو که پول نمیدیم که ارزونه دیگه. یا به ما یه جای مثلا یا جوش میدن بخوریم، من این لیواناشو میگن. تازه رفتم خریدم که $2 دادم که دنیایی به من دادن. نگاه کنید تو رو خدا، شما یه همچی چیزی رو ببینی، من فکر نمی کنم که کسی دیده باشه. من فکر نمی کنم. حالا من چیکار میکنم؟ این تو سنگ میریزم، سنگای سفید دارم اینجا میریزم این تو. این سنگای سفید این سنگین میکنه، تکون نمیخوره دیگه. وقتم این زیرش هم یه خورده پنه اینجا باشه، بادم نمیتونه کارش بکنه، باد لندن تو نمیتونه کارش بکنه. بعد اینو میذارم این تو، نگاه کنی اینم درست سایزش با کله این مطابقت میکنه. ببین من میندازم این رفیق اینجا قرار گرفت. ببینید حالا این یه نعنا هست. خانم محترم، شما میتونید این نعنا، سوسن عنبر یا گلهای دیگه که حالا بهتون یاد میدم، شما همین رشته رو انجام بدید. 3 تا از این بذارین تو چیزتون، احتیاج به هیچ چیزی هم نداره. آبم به این زودی آب نمیخواد. یه مقدار آب میریزید، این آب هست تا این بزرگ میشه برای خودش آب هست، چون از زیر آب میگیرن اینا. من روشم اینه که از زیر آب میگیرم. وقتی یه خورده که آب گرفت، ریشه خوشش میاد، میکشه تو آب، میخواد تو آب مثلا نشو و نما کنه دیگه. هم آب هست، البته بعضا بهتون میگم یه خورده کود شیمیایی کم، حالا بهتون فرمولاشو میگم. میریزم این تو، این میشه. نگاه کنی شما میتونی هم نعنا رو این کار بکنی، هم جعفری رو. دیگه باغچه کجا میتونی تهیه کنی؟ تو آپارتمان. اونم اگه بخواد بیرون بذاری تو بالکن که هوای سرد میسوزونه میبره اینا رو، کاری نمیده. بادم اصلا یه کار میکنه. من این روش این برای شما انتخاب کردم، بهتون بگم که شما اگر دیدید ویدیو منه بایستی این کار رو انجام بدید، لذتش ببرید. خب حالا من میخوام بیام بگم چطوری ما یک همچین چیزایی تکثیر میکنیم. اینجا من آوردم، ببینید اینو نگاه کنید، 1.5 اینچ بهش میگن، گلدونای 1.5 اینچ، قد هیکلش نگاه کنید 1.5 اینچ. این یکی 2 اینچه، 2 اینچ. اینه چون من کارم نمیدونم چه جوریه که اینقدر ریشه میزنه دیگه، از این سوراخ‌های کوچیک دیگه نمیتونه بیاد. من اومدم بالاش سوراخ کردم که از اینجا بیاد، از اینجا بیاد، که این یکی از اون اینجوریه. اما سوراخ کردن این خیلی آسونه. سوراخ کردن این ببین از زیر سوراخ میکنم، اینجا هم سوراخ کردم، ببینی آب از اینجا میره، اون سوراخ که بزرگتره از پایین اینو آبا رو میکشه. خب این از این. خب این مرخص بره کنار. حالا اینا رو من اومدم دیدم که من برم اینا رو بخرم، اینا چیه آخه پول بدم برای اینا. اومدم این ظرفا رو استفاده کردم. نگاه کنید اینجا
نگاه کنی اینو سوراخ سوراخ کردم، درست شد. حالا میخوام پلن بکارم. برای اینکه پلنی رو بکارم باشه یکی از این شاخه‌ها رو بردارم دیگه. حالا مثال آخه پام درد گرفت. حالا من اینه میزنم، اینه گرفتم. اول باز خاکش جور کنم. ببینید این خاکی هست که خاک سبک پولوراید داره، این سفیدا رو میگم پولوراید. نگاه کنید خاک رو ببینید چقدر نرمه، ببینید اون دونه های سفید ببینید پولورایده. من این تو میریزم. ببخشید من دستکشمو نیاوردم، والا ایراد نگیرید بگین که دستکش کار نمیکنه. نه بابا دستکش نیاوردم، میخوام که زود اینا رو براتون بگم. خب این ریختم این تو، پس این آماده است، خاک آماده است. بعد میام اینجا این دستم تمیز کنم. خب میام اینجا یکی از اینا رو انتخاب میکنم. مثلا برای این من میتونم اینجا رو بزنم. حالا چی کار میکنم؟ اینا رو میزنم برای خوردن. نگاه کنی اینو میزنم از اینجا، نگاه کنی نزدیک به اینجا ماده غذایی این توه، اینو میزنم. بعد این کوچیکا بزرگا رو میزنم. حالا این کوچیکه اب نداره، اگر نشد من مثلا فرض کن که دیدم نمیشه این نعنا رو براتون نشون بدم. ببین من پاییناشو زدم، نعنا رو گرفتم. این آزمایشی ها، ببینی من میزنم اینا رو، اینم میزنم و این بالاش هم نصفه میزنم. نگاه کنی نصفه میزنم. حالا چی شد؟ شده این دیگه. نگاه کنی شده این. اینه میام یه ماده دارم بهش میگه هورمونه، یعنی ماده غذاییه. حالا من یادم رفت بیارم، نمیشه حالا ول کنم برم بیارم که میخوایی که من بیارمش.